چطور هستی آقای محمدی؟ خوبی؟ شما کی عمل شدی؟ 19 هم درسته؟ ما خودمون بیهوشت کردیم تو همین بیمارستان طالقانی و شما الان سالم و سرحالی. یقت باز کن ببینیم یه مقداری. ساسه هم نام بهش باز کن. نه همون جایی که عمل شده رو ببینیم. بخیاش هم کشیدن دیگه. به 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 به. خب این مریض همون مریضیه که من فیلمشو موقع عمل گرفتم. پسر چند سالته؟ 20 سالته؟ خب یه مقداری خدا بهت رحم کرد، چاقو خورده بود به بطن راستش. آقای دکتر همتی زحمت کشیدن، از ایشون خیلی سریع مراقبت کردیم، 4 واحد خون بهش دادیم، رگای فعال براش گرفتیم و قلبش عمل کردن. چند روز تو بیمارستان قائم بودی؟ 6 روز. اونجا چه کار کردن واسه؟ هیچ کاری نمی‌کنم. خب این پدرشه، خیلی خوشحاله. مادرش کیه؟ مادر شما هستین. به به. خب ما 2 نفر تو فیلم باشیم. روشنه که بله من دکتر بیهوشی ایشون هستم. ببینید که ایشون بیداره، سرحال خوبه، برگشته به زندگی و براش میرسه و ما خوشحال. خب قربان شما. این خدا هیچ رقم نمیشه تشکر کنم. قربان شما. از شما هزینه گرفتن، پولی گرفتن از شما؟ اونجا که هنوز تشکر کردیم نه، ولی خب بیمارستان قائم بله این مقدار مسئول اونا کاری نکردن. کارش کلا همه اینجا انجام شد دیگه. اونجا فقط نگهداری کردن. خیلی خوب. در این حال بازم اگر تخفیفی چیزی خواستین بگیرین ما میتونیم بهتون کمک کنیم. حالا دکتر جراحش